موزه کابل یه زمانی محل نگهداری هزاران اثر از دوره‌های مختلف تاریخی بوده. در دهه‌های اخیر جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی باعث شده که نه تنها به آثار این موزه اضافه نشه، بلکه خیلی از آثارش هم آسیب ببینه یا از بین بره. آصف معروف سرگذشت پرفراز و نشیب این موزه رو دنبال کرده. شاه امان الله موزه کابل را خانه تاریخ خواند. موزه‌ای که در یک قرن گذشته سرگذشت سرگردانی را پشت سر گذاشته است. سلام آقای معروف، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. از سال 1922 به بعد تا سال 1992 میلادی ما بیش از 100,000 قلم آثاری که مربوط دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان میشد ایره حفاظت میکرد و پارچه های از این ممکن به صدها هزار پارچه میرسید. موزه های بزرگی در عراق وجود داشتند، در مصر یا دهلی، اما هیچ کدومشون از نظر کیفیت آثارشون به پای موزه کابل نمی رسیدند. یکی از غنی‌ترین و بی‌نظیرترین موزه های دنیا. جنگ های گروه های مجاهدین در کابل از 1992 تا 96 میلادی نه فقط آرامش شهر بلکه هستی و تاریخ کابل را نیز از بین برد. اصابت موشک بر سقف موزیم کابل موجب آتش سوزی شد و این آغازی بود برای شکستن قفل‌های کهنه این موزیم و غارت آثار آن. سقف موزه آتش گرفت و فرو ریخت. همه قطعات برنز و کاسه بشقاب‌های مربوط به دوره غزنوی از بین رفت. اونقدر آتش داغ بود که همه اشیای زیبای دوره غزنوی رو ذوب کرد و از بین برد. متاسفانه یک فاجعه دیگه در سال 2001 در زمان حاکمیت طالبان به وقوع پیوست که اونا تصمیم گرفتن آثاری که در موزیم ملی به شکل مجسمه ها وجود داشتی را باید تخریب بکنن که متاسفانه این عمل در اوایل 2001 شروع شد. اما همه چیز از بین نرفته بود، یا حداقل نه آنطور که شایع شده بود. این اثر از یک چوب ساخته شده که از سوارس و یک جنگجو را نشان میده. متاسفانه این هم تخریب شده بود. کارمندای موزیم در 2004 به وجه احسن این را ترمیم کرده و این ما دوباره به شکل اولیش به نمایش گذاشته. اما از این موزه دیگر جز سایه از آنچه قبلا در آن نگهداری میشد باقی نمانده بود. قطعات فوق‌العاده‌ای گم شده بودند. مجسمه‌های خیلی خیلی سنگین، اشیای فوق‌العاده زیبایی از قرن دوم و سوم پس از میلاد. وقتی من در پیشاور بودم اینها رو می‌دیدم که می‌فروختن، ولی $500,000 یا حتی $1,000,000 می‌خواستن. فکر نمی‌کردم درست باشه با خرید اونها به یه عده غارتگر جایزه بدیم. ضمن این که اونقدر پولم نداشتم. اما چند تا مجسمه کوچیک خریدم. البته فقط اون چیزایی که مطمئن بودم مال موزه کابلن. اواخر حاکمیت رئیس جمهور نجیب الله بخش از آثار موزیم کابل در صندوق‌های آهنین در زیرزمینی در ارگ کابل محفوظ شد. من میدونستم اونا رو کجا مخفی کردن، اما به کسی نمیگفتم، چون اگه میگفتم میرفتن و میدزدیدنشون.
این خبرنگارا مخصوصا بریتانیایی‌ها مرتب از من میپرسیدن طلاها کجاست، فلان جنس کجاست، بهمان جنس کجاست. منم میگفتم تا اونجا که من میدونم به گفته افغان‌ها جاشون کاملا امنه. میخواستن من بهشون بگم اونا کجا. خوشبختانه هیچ وقت اونقدر گیر نکردم که مجبور شم جاشون رو لو بدم. در سال 2007 میلادی دولت جدید افغانستان نهایتاً تصمیم گرفت تا صندوق‌ها را باز کند، هرچند امید چندانی به کشف آثار بازش وجود نداشت. طلاها داخل ساختمان بانک افغانستان بودند، در زیرزمین کاخ. کاوشگرا رو فرستادیم، صندوق‌ها رو باز کردن. همه چی اونجا بود، هیچ چی گم نشده بود. 20,000 قطع اثر طلا و 10,000 قطع از نقره در این صندوق‌ها پیدا شد. آثاری که در طلاتپه جوزجان در شمال افغانستان کشف شده بود و مربوط به سده اول پیش از میلاد بودند. ما فکر می‌کردیم 70% اشیا غارت شدن، ولی اغلب اونها رو پیدا کردیم. این آثار کشف شده در حال حاضر برای نمایش به کشورهای مختلف دنیا فرستاده می شوند. موزیم کابل تا کنون 13,000 اثر غارت شده را دوباره به دست آورده و آثار جدیدی هم که کشف می شوند به این موزیم منتقل می شود. فعلا همکار ما بالای یک تعداد آثاری که جدیدن از حفریات که باسته انستیتوت محترم باستانشناسی در تپه نارنج شهر کابل که در شهدای صالحین قرار داره، از اونجا این آثار از سال گذشته در 2008 برای ما تسلیم کردن. اینا تحت ترمیم و وقایه و پاکاری از اینا قرار دارد. برغم همه این تلاش ها موزیم کابل راه درازی را در پیش دارد تا دوباره جایگاه اصلی خودش را به عنوان یکی از غنی ترین موزیم های جهان پیدا کند.